5 تا از پربازی ترین ویدیوهای یوتیوبرهای معروف ایرانی رو با هم دیگه ببینیم. شماره اول این لیست ما آریا کوکسر هستش که با ویدیوهای سایکان نخنی با برادر خودش یعنی پارسالی تونسته ویوی 2,900,000 تایی رو به دست بیاره. و شماره دوم لیست ما فرشاد سالم هست با ویدیوهای سایکان نخنی که با مدیریت داشته تونسته به ویوی 3,400,000 تایی برسه. شماره سوم لیست ما مدگر هستش که با ویدیوهای سایکان ناخنی با فرشاد سایلنت که تونسته به ویوی 2,900,000 تایی برسه و پویا پوتک و باز هم رپ بتل با مدگر که تونسته ویوی 3,800,000 تایی رو به دست بیاره. شماره پنجم لیست ما میا پلیز هستش که با ویدیوهای کم کردن توی وسط جنگل تونسته ویوی 2,900,000 تایی رو به دست بیاره. و همین بود 5 تا از پربازی ترین ویدیو یوتیوبرهای معروف ایرانی رو با هم دیدیم. اگه میخواید که پربازی ترین ویدیوهای یوتیوبرهای معروف جهان رو ببینیم و یا پربازی ترین ویدیوهای یوتیوب تاریخ رو با هم دیگه ببینیم، حتما توی کامنت واسم بنویسید. پس